دیگر دوبارونه که هستند کمک میرسونند. خوب یوسف اشماتوف با حیث نوزیری دوبارون و جون دوستیف با حیث کمیسر در اینجا دوشنبه و در بازی گذشته با یک ضربه نیمه توپوار اولیش تیرورش دروازه رو رخنه کرده بود. حالا که بسیار ضربهش هم سخت، این نوبت ضربهش نه به زمینی بلکه 83 امروز دوشنبه کوکتاش رو مغلوب کرده بود. یعنی در دیدارگوی این دسته ها حالا هجومی دسته دوشنبه بسیار ماهرانه است، ولی دروازه‌بان ببینید اینجا ضربه زده میشه و گل بسیار عالی. منجان لیانه در دقیقه 28 حساب رو باز میکند. موافق بود برای گلزنی. ببینید کسی خیال نرسوند دلیل اون نظر رو برای اینستاگرام و خود رو وایرون کرد. هجومی بازیکنان دسته کوکتاش و یک امکان دیگر و توپ وارد دروازه میشد. یک بر یک از دوستان گرامی. همین دقیق رسول پازوف در دقیقه 33 اشتباه با یک رسشی موافق زده شد و توپ روی دروازه رو پیدا کرد. وایسدی سفرов ضربه میزند و دوباره هم اشتراک میزند که وقتی قسم اولی بخوری به پایان رسید. یک بر یک است در ورزشگاه نفتیانی که نوع رودکی دوستان گرامی در بخوری باید از سوی کوکتاش. دو نفر برمیگردند. بوشی جون با شرف اینجا باقی میمونند. بوشی ضربه میزند بسیار خطرناک و عالی هم هست که اینجا برامر سعیدوف موردی عالی ظاهر میکند و با یک سیف عالیش در نزد توپ زسلو روزیف ضربه نیویت سخت دارد و این ضربه رو بیاد چگونه ضربه سخت است. این زسلو روزیف کپیتان دسته کوکی ضرب نیفته است. حالا هجومی فوتبالی دسته دوشنبه منجانا و دو بر یک دوبل منجانا لیوک لیانری کامرونی. علیشیر خوبرون با این بود دسته کمک کرده نتوانید، دور مونده بود و اینجا در این حالی که حالا دوستان گرامی ما با جدول توجه میکنیم. این ضربه رو ببینید از مسافه نیوه دور ضربه موسیجان عبدالغفور پیش از این بسیار خوب بود. شرفزان ضربه میزند و دروازه‌بان در جایش فراموش سعیدوف خوب اما هجومی دومان رو یابد سهراب اسایف و شاروق قرقیزبویف. هجومی دسته دوشنبه باز همون سهراب اسایف باز یک مورد نبودید منش نمیزد تو رو، اما این ضربه رو آرز خیلی رو برباد میدهد و منطقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند. هجومی دوشنبه باز یک بار دیگر و اینجا این نباید بهتر بازی کرد. اورز غیورов علیشیر خولمرودov از دور ضربه میزند. ضربش خطرناک و ببینید قریب بود که توپ وارد دروازه شود. این محمدگل رحمانوف است دوستان گرامی. علیشیر نیست، این همون کاپیتان دسته کوکتاش که این دسته رو در دوره لیگ یکم کاپیتانی کرد و یک سال 2018 هم جای سه رو گرفت. معظمی رحمانوف بود که همین گونه کوکتاش در میدان نزد دروازه رسول پازوف ضربه میزند و گل دو بر دو. گل دیگر میبینید چگونه زیبا این به همون گل اولیه که بزرگ دسته کوکتاش و بازی به انجام رسد. دوستان گرامی دو بر دو یک بازی دراماتیکی در ورزشگاه مرکزی او هم با گل صدای میمونان جواب بود. دو بر دو از دوستان گرامی در همینجا گزارش خود را از ورزشگاه مرکزی نوع رودکی به پایان میرسونیم.